سلام و درود بیننده عزیز. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 26 آگوست است. نگاه به سرخط خبرهای روز. مهاجران تاجیکی که از روسیه رانده شدند در وطن چی کار میکنند؟ نقل مقامات و گله مهاجران. خاپیدن همین 5 سال دپارتاسیا کردن روی کردن. همه حجت داشتن. نگرانی از جنگ کلان در خاورمیانه. حزب الله و اسرائیل به همدیگر حمله کردند. نگاه جامعه بر رقاصه ها، کسبی که صاحبانش زیر فشار جامعه و خانواده اند. خونگی ها میگفتن همین رقص چون میکنی؟ این رقص آینده نداره، رقص آبروش پسته، رقص هیچ نداره. برنامه را با گزارشی از سرنوشت مهاجران سابق در وطن آغاز میکنیم. با ادامه راندن مهاجران تاجیک از روسیه و یا بازگشت اختیاری آنها بنابر اذیت و آزار زیاد در تاجیکستان، مسئله تامین لشکری عظیم مهاجران رانده شده با کار پیش آمده است. مقامات تاجیکستان میگویند کار زیاد است، ولی مهاجران سابق خودشان نمیخواهند در وطن و پیش فرزندان کار کنند. ولی شکایت خود مهاجران رانده شده دیگر چیز است. ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف این مسئله را تحقیق کردند. ما پشتی مهاجران از این تنمون در حالتی که سرکشی میکنن، ما بعضی حالتها در باور کنید از شنبه آورده کردیم. اینجا نشست مطبوعاتی رئیس دنقره، زادگاه رئیس جمهور تاجیکستان است. بحث به کار تامین کردن مهاجرانی که از روسیه اخراج شدند. مقامات تاجیک برای به کار تامین کردن این افراد بهانه و روایت‌های گوناگون دارد. میدونید چی بگم؟ نقد در عثمان 30 سومونی 1 متر کوادراتی شتوکاتور اندوه 12 نفر یا 10 نفر میاد جمع میکنن 35 متر یک متر در این قدر، 2 متر در این قدر. اما شمس الله نجم‌الدینов ساکن 39 ساله تاجیکستان که ماه می امسال پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس از شهر کراسنودار روسیه اخراج کردند روایت دیگر دارد. او بعد 2 ماه بیکاری حالا در یک کارگاه خصوصی از صبح تا شام کار میکند و تنها نیمه شب فرصت یافت که با ما صحبت کند. 60 کس بودیم، 2 کس ما آزاد کردن، چیوای کردن، جواب دادن. یک تاش خیلی سوارشین لیل بود، یک تاش استودنت و اور جواب دادن. 58 کسی دیگر روی کردن. روسیه در سال 2024 فشار را بالای مهاجران زیاد کرد و روز در میان قانونگذاری مهاجرت خود را تغییر میدهد و سخت‌تر میکند. تنها در 6 ماه این سال 176,000 رید گذرانده 92,000 نفر را راند. طبق معلومات جانبی روسیه تنها در 6 ماه سال روان اخراج زیاده از 17,000 نفر به قید گرفته شده است. خاپیدن همین 5 سال دپارتاسیا کردن روی کردن. همه حجت داشتن. پاتنت داشتن، پروپیسکا داشتن، رجیستراسیون داشتن. شافیور کار میکردن. در تاجیکستان هم ساله به بازار کار 150-160 هزار قوه کاری نو وارد می شود. وزارت مهنت آمار می دهد که هر سال بیش از 200,000 جای نوی کار ایجاد می شود، اما ده ها مهاجری بازگشته می گویند هیچ جای کار پیدا نکردن. اینجا میشه برای روزگار میشه و واقعا جمع نمیشه، برای همین روزگاری خانگی میشه. اونجا مقصد اویلی کایو میگیری، مقصد اویلی تر از خود پیتانی و داکومنت میکنی، باید چی دیگر روی میکنی، اینجا میتونن که جمع کنن. اخراج شده هایی که مثل عبدالعلی میاندیشند کم نیستند، ولی در دوراهای سرنوشت گیر ماندند و میگویند وطن در فکر آنها نیست. برنامه را با گزارشی از شهر خوجند ادامه میدیم. در شهر خوجند یک زن زندانی سابق را که برای هم تقدیرانش جای کار آفریده بود دیگر باره به زندان فرستادند. مقامات انتظامی میگویند که گویا چند نفر از عملکردهای اتمیه از این موضوع شکایت کردند که آنها را فریب کرده است. خودی او قبلا از زندانی شدنش بر رادیو آزادی گفته بود که او را برقصدانه میخواهند به زندان برگردانند. فرزان محمدی گزارش میدهد. زنهای بی‌وزنی که تنها کجا مراجعت کردند؟ این نوار 1 سال پیش ثبت شده است. اتمیه عظیم درباره کارش قصه میکند. او بعد رهایی از زندان برای خود و 20 هم تقدیرش جای کار آفریده بود. اما اگر پیشتر از کامیابی میبالید، در این ویدیو از دشواری میگوید. مثلا پیشتر من مواد مخدر که داشته بردم رزولتات داده میتونید رزولتات خیلی همکاری میکنیم این گپو من گفتم خیلی کن پوزی خیلی کار کنیم من مشغول من کاری تازه میکنم برای همین گفتم من
از چهار طرف پول گرفته میکنم کاری حرام دست نزنم گفته. اتمیه عظیمова در این ویدیو از سنجش صحبت‌های پیهمی ماموران میلیسه در خوجند شکایت داشت. حالا دیگر در آزادی نیست. او در بهار امسال دستگیر و زندانی شده است. مسئولان دادستانی ولایت سوخت جرمش را قلابی گفتند. در اساس مراجعات شهروندان نسبت عظیمه و اتمیه پرونده جنایتی موی اوگوست سال 2023 آغاز کرده شد. نسبت نامزد جزای محرومی از آزادی تعیین گردیده است. موقع خودش یا نزدیکانش به حکم معلوم نیست، ولی سال پیش میگفت که بر اساس شکایت 4 کارشریکش او را تفتیش دارند. هرچند اصرار داشت که با کارشریکان مشکل ندارد و در زیر کاسه نیم کاسه هست. اگر 4 نفر جمع کنیم اگر گپ درباره 70,000 سوم میرد حاضر مثلا من محصولات همونو گردانده میتونم او شربی کلون نه مثلا تو 100,000 تا 200,000 من دادو گرفت میکنم کارخونم مثلا بور میگیرم بور میفروشم یک سیزونی که دیگه تو 400,000 بور دخته میتیم آدموا یک سیزونی ماترس دختگی ها موا. اتمیه عظیمova در سال 2013 با گناه قاچاق مواد مخدر 8 سال زندانی شده بر اساس قانون عفو پیش از مهلت آزاد شد. سپس کارگاه دوزندگی را برای همتقدیرانش تأسیس داد. حالا در این کارخانه‌اش با سند بیمهر و امضای مسئولان ناظران انداز بسته است. ساختمان بینای کارگاهی را که در ناحیه باباجان غفورов سر کرده بود نیز ناتمام ماند. حامیان حقوق انسان با توجه به قضیه اتمیه میگویند زندانیان سابق در تاجیکستان از جمله شخصان آسیب پذیر هستند. هست مراجعت هایی که محکوم شدگان اوید به دعوت شدن آنها پرسیده شدن آنها نظری منفی داشتن نسبت به آنها مراجعت میکنند میپرسند که چه خیل باید باشد در کدام حالت ها نظارت کردن آنها را داشته است در دور قانون. در زندان و بازداشتگاه های تاجیکستان تقریباً 15,000 نفر را نگاه می‌دارند. تقریباً 500 نفری آنها زن هستند. بعضی از آنها بر اساس قانون عفو و برخی دیگر با پایان حکم آزاد می‌شوند. یک نگرانی سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بیکاری زنان سابق زندانی در تاجیکستان است. مشکلی که اتمیه عظیمova می‌خواست یک گوشه‌اش را حل کند اما به آرزویش نرسید. یک موضوع بین المللی در قاهره پایتخت مصر راههای رسیدن به صلح در غزه جستجو می شود. در جنگ 10 ماه در غزه بیش از 40,000 نفر کشته شدند. تلاش‌ها برای صلح در غزه در حال جریان دارد که گروه حزب الله روز یکشنبه با اسرائیل وارد درگیری سخت شد. کشورهای منطقه از ناآرام شدن خاورمیانه نگرانند. همکارم کیومر سیاتا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان که امریکا سازمان تروریستی می‌داند صبح 25 اوگوست به سوی اسرائیل صدها موشک پرتافت. مقامات اسرائیلی گفتند که پیشدستی کردند و قبل از آغاز موشکباران با 100 هواپیما به قرارگاه‌های حزب الله ضربه زدند. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش موشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوارهای سوختار و ویرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایت ایران ادعا کرد که با 320 موشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید که حمله مذکور مرحله اولی پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه گذشته در حمله اسرائیل در بیروت کشته شده بود. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند که یک سرباز نیروهای بحری در این حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که از پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی‌های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت که موشک و بی‌سرنشین‌هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دومی حمله را برای استاندن قصاص فؤاد شکر تحریزی نکرده است و آن را به وقت دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام می شود. سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهارات داد. ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندانمان را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند ما به او ضرر میرسانیم. درگیری روز یکشنبه در حالی بود که گفتگوی آتشبس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد.
کاخ سفید میگوید که پرزیدنت جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد. برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. در تاجیکستان این نگرانی وجود دارد که زیر فشار جامعه محافظه‌کار و حالا مذهبی ممکن است یکی از هنرهای قدیمی و زیبای تاجیکان یعنی رقص از بین برود. رقصیدن و رقاصی و رقاصگی سالهای اخیر به اصطلاح آبرویش را از دست داده است. همکاران ما براد یوسفی و علیشیر ظریفی در دوشنبه همین مسئله را با هنرمندان و ساکنان در میان گذاشتند. در نظرم از همه جان خوشتری، در نظرم از همه جان خوشتری، از باید زیقدت یک زری. میجگونا فتح‌الله وی 31 ساله 15 سال این جانب در صحنه‌های مختلف رقص میکند. از خردی به هنر رقص عاشق بود. بار اول هنوز در 5 سالگی در صحنه‌های توی با شوق میرقصید. مادرم بسیار مرا میدیدن، همه حیران میشدن. دخترم مثلا در یگان مغازه روان میکردم، خورد بودم، 6 ساله بودم 5 ساله بودم، میگفت که بچه‌م رفته آرد بیار. می آرد نمیوردم و میرفتم در یک خانه بجا میشدم و رقص میکردم. وقتی خانواده از شهر بختر حاضره به دوشنبه کوچید، راهی میجگانه به صحنه‌های کسبی رقص و نسبتاً بزرگتر باز شد. وی به دسته رقصی پدیده پیوست. اما این دوره بود که به بلاغت میرسید و خانواده‌اش نخواست او رقاصه شود. خونگی‌ها میگفتن همین رقص چون میکنی؟ این رقص آینده نداره، رقص آبروش پسته، رقص هیچ نداره. نکیم هر یک انسان در دنیا تولد میشده است، خداوند به وی یک کسب میداده است، مثلا یک هنر استعداد میداده است. میگفتن نکن که من نمیتونستم. با میگویم که همین کار، همین رقص در دلم خانه کرد. چندی از هنرمندان حرفه‌ای که تمام عمر در دسته‌های معروف رقصی تاجیکستان هنرنمایی کردند، نیز زمانی با چنین صدگذاری‌های نزدیکان روبرو شدند، ولی اخیراً این روند قوت گرفته است. وقتی که من جوان بودم، شوهر شونده من زید بودن. من 42 سال همین صنعت تاجیک، رقص تاجیک معرفی میکنم. این استاد رقص میگوید بارها شاهد آن شده است که دختران بعد از آموختن رقص حرفه‌ای روبروی انتخاب میان رقص و خانواده قرار گرفته اجباراً صحنه را ترک میکنند. سبب چنین برخورد را او هرچه بیشتر بدنام شدن هنر رقص و درک نادرست جامعه از این هنر می‌داند. این استاد رقص میگوید بارها شاهد آن شده است که دختران بعد از آموختن رقص حرفه‌ای روبروی انتخاب میان رقص و خانواده قرار گرفته اجباراً صحنه را ترک میکنند. هستند که رقصایی که توی میگردند، توی همین در اینستاگرام و فیسبوک میبینیم، خودشون به حد پست نشون میتین. رقصاشون هم رقص نمیتونی گفتن. این رقص نیست، این مسخره هست. جامعه سنتی تاجیکستان درباره هنر رقص نظرهای مختلف دارند. کدومی با همین رقص با همین صنعت اگر دست بزنه و یکو همین مردمی ما کو دختری خوب قبول نمیکنن. بچه جون پروتش نیستم، برای که دو فرزند من موزیکال اشکولا میخونن، یکتاش یعنی از اسکریپکا، یکتاش روباب است. مالی کودک چی که انتخاب کنه توای میشد. این من فرزندی ما ممکن است که مقصد کسب همین رقاصگی را انتخاب کنه. من خودم اجازهش نمیدم. مخصوص باشه رقص کردن دیگه. من خودم دخترشم رقاصه. میجگونا فتح‌الله و قهرمان گزارش ما نیت دارد در آینده دسته رقصی خود را تأسیس دهد و در تربیت نسل خردسال و رشد هنر رقص تاجیکی سهمی بیشتر گذارد. و این عملش را جواب هنری به تلاش‌های بدنام و نابود کردن رقص زنان می‌شمارد. اینجا برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی شما خبرهای نو بیشتر را از وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید به ما بفرستید تا دیگران هم بدانند. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهداری شما باد.